دارها أيا دارها حييت دارا ومنزلا. از یک تیف، از یک فکر، از یک جماعت است. در خدمت و برکات. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در برنامه امروز می‌خوایم در مورد یک موضوع مهمی صحبت بکنیم که حقیقتاً بارها و بارها در این مورد صحبت شده، اما متاسفانه در هر دور زمان باز هم عده‌ای به همان شبهاتی که ما بارها جواب دادیم چنگ میزنند و همان تلبیس ها و همان خیانت ها و دروغ ها رو دوباره تکرار میکنند. در هفته‌ای که گذشت در مورد بعضی از تدلیس ها و دروغ های یک شخص صوفی گمراه به نام مولانا مفتی محمد جاوید حنفی صحبت کردیم و دوستان عزیز کلیپ ها و بعضی از برنامه های ایشان را برای من فرستادن و همانطوری که در جریان هستید من برای این شخص پیام فرستادم که اگر دوست دارید بیایید رو در رو مناظره میکنیم، گفتگو میکنیم، به شکل دوستانه و برادرانه مسائل رو حل میکنیم. اما ایشان عذر خواستن، گفتن که فعلا حاضر به مناظره نیستن و یک سری دلایل رو برای خودشان تراشیدن که ما هم کردیم از ایشان، گفتیم باشه مادامی که دوست ندارید مناظره بکنید، من یک سری ادعایی رو داشتن صحبت خواهیم کرد و انشاءالله موضوع رو برای بینندگان عزیز روشن میکنیم. البته برخلاف آنچه که پیام به من فرستاده بودن که من پخش کردم، در گروه های شخصیشان پیام هایی گذاشتن و صحبت هایی کردن که گویا مناظره با ما فایده ای ندارد و من قسمت های صحبت هایشان رو برای شما در اینجا پخش خواهم کرد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محترمی تصویری از محمد انصاری را که مجری شبکه وصال حق است اینجا گذاشته، بعد گفته که اینا مرا به مناظره دعوت کردن. البته ما از مناظره حراسی نداریم الحمدلله، به خاطر بیان حق و روشن کردن و واضح کردن حق و به خاطر احقاق همی حق در هر جا تیار به این امر بودیم و هستیم. اما به چند علت با اینا یعنی در اینجا و یا به شکل همی زندگی که شما گفتین مناظره مفید نیست. چند علت داره. یک علتی است که ما در پشت خط هستیم و اینا در تلویزیون ششتن
و سمیچ صدای ما در دست از ایناست که هر وقت خواستن بند کنن و هر وقت خواستن باز بگذارن. بنان اینطور مناظره مفید نیست. مناظره اگر به خاطر احقاق حق باشه، او باید روبروی باشه و شرایطی که الرشیدیه فی المناظره یا کتب البحث والمناظره یا آداب البحث والمناظره ایره می نگاره که اتحاد مجلس هم از جمله شرایط است و گو که کدام حالت عادی را اردو جانب مقابل داشته باشند و نیت سالمی که جانب داشته باشند. بسیار شرایطی که باز به او شرایط این مناظره جایز شوه. البته یکی این نوع مناظره هست. اگر این ممکن نباشه، حالی فعلا که ما قدر شوقی و مناظره با این نیستیم، به خاطر که حکومت و دولت فعلی اعلان ممانعت بر مناظره ها کرده که مناظره نباید شوه، چرا در این وقت حساس فایده و یا آب دمو چیز دشمن میریزه و فایده نداره. بناهن به این خاطر ما قدر اشتیاق نداریم. بازم که زیاد اصرار میکنه، من اصلا خود صفتی نمیفهمم، قسم بخورم برایتان نخورم، خو واللهی که من خود صفتی غرضم نیست در امی سخنی که میگم، اما یک حقیقتی است که میگم. اینجا پیش من یک کتاب است، علامه عبدالله ابن داود زبیری حنبلی نوشته کرده، تقریبا در 600 صفحه است. مطالعه از این رما کردیم، الحمدلله کمش مانده. در یکی از صفحاتش اینطور عبارت داره، از امام شافعی رحمت الله علیه نقل میکنه، میگه لا یحل لاحد ان یفتی فی دین الله. در صفحه 170 است، باش که من صفحه را بکشم خود براتان بخوانم. میگه که لا یجوز لا یحل لاحد ان یفتی فی دین الله. ما پیدا کنم اینجا می فرماید که الا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلی الله علیه وسلم. ببینید حلاز نیست از برای کسی که فتوا بده در دین خدا مگر رجلی که عارف باشه به کتاب الله تعالی، ناسخ بشناسه، منسوخ بشناسه، محکم و متشابه و تنویل و تأویل و تنزیل. دوستان عزیز، صحبتشان بعد از این دیگه در مورد فتوا است. ما نه اینجا در مسند فتوا نشستیم، نه به کسی فتوا میدیم و نه اصلا نه مفتی هستیم و نه ایشان نه من نه دیگر دوستانم چین ادعایی نداریم. ببینید مناظره، اول اینکه حکومت این رو منع کرده دروغی است که ایشان میگه برای فرار کردن از حق. حکومت حق نداره در این. نه شما مثلا وزیر حکومت طالبا هستید و نه من وظیفه رسمی در این حکومت دارم که حالا ما بخوایم بحث مناظره بکنیم و بعد این به حکومت بر بخوره. به حکومت ربطی نداره. این همه مشکلات دارن، حالا گیر دادن به این که باید مناظره بشه یا نشه. این اولا. ثانیاً من در صحبتی هم که با شما داشتم و صدای هر دوتامون رو پخش کردم در اینجا، گفتم که هر طوری که شما دوست دارید 2 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه با هم دیگه وقت رو مساویانه تقسیم میکنیم. هر موقعی که اگر شما دیدید که در حق شما ظلم شد و به شما حق داده نشد، در اون موقع حق دارید که شما قطع بکنید و قطع کردن شما نشان دهنده بر حق بودنتان هست. وانگهی این شما بودید که به هر کس زنگ میزدید و در هر جا ادعا میکردید که من حاضرم با انصاری و غیر انصاری مناظره بکنم. شما یک سری تلبیس ها و دروغ هایی رو گفتید و در اینترنت نشر کردید و در صفحات اجتماعی پخش کردید و باید پاسخگو باشید در مقابل این دروغ ها و تلبیس ها و خیانت های خودتون، خیانت های علمی که من در برنامه گذشته مفصل در موردش صحبت کردم. و این یک نوع فرار است جناب مفتی صاحب، جناب مولانا صاحب، از گفتگو و رسیدن به حق. و ما امیدوار هستیم که شما
هر چه زودتر از این تصمیمتان برگردید تا بتونیم دوستانه با هم صحبت بکنیم و ببینیم که حق باکی است. بر صورت یک میان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از اون انشاءالله وارد بحث امروز خواهیم شد و شماره تلفن برنامه رو هم از همین اول دوستان زیرنویس بکنن، از همین الان حتی، و هر کدام از ایشان یا دوستانشان که در مورد موضوع امروز که توسل هست یا در مورد موضوعات گذشته‌ای که ما صحبت کردیم، قضیه تقلید بود و موضوع دیگری که در اولین برنامه در موردش صحبت کردم، ایشون هر کدامش رو که دوست داره حتی میتونن خودشون زنگ بزنن، وقت کافی در اختیارشان قرار خواهیم داد، یا از شاگردانشان کسانی که ادعا دارن و کلیپ هایی از برنامه گذاشتن پخش شده بود. خیلی از دوستان اونها ادعا کرده بودن که بله ما حاضر هستیم برای مناظره و گفتگو. این برنامه زنده و میلیون ها نفر میبینن. هر کدام از شماها دوست دارید میتونید تماس بگیرید و من در خدمتتون هستم. میان برنامه کوتاه ببینیم و بعد از اون ان شاءالله وارد موضوع برنامه خواهیم شد. بحث بله بینندگان عزیز گرامی، با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. بحث امروز ما در مورد کلیپی است که از ایشان ما پخش میکنیم انشاءالله و در مورد این کلیپ انشاءالله صحبت کنیم. قبل از اون من تماسی بگیرم به ایشان، اگر که جواب بدن و بشه این صحبت دوستانه و آنلاین باشه که چه بهتر، اگر جواب ندادن که هیچ. شماره جناب مولانا مفتی محمد جاوید حنفی است که تماس گرفتیم. امیدواریم که پاسخ بدن و بتوانیم با هم گفتگو کنیم. دوستانشون، شاگردانشون، عزیزانشون که این برنامه رو میبینن بهشون اطلاع بدن و این مسکال از طرف ماست. از استودیو تماس گرفتیم به واتساپ ایشان و هر موقعی که خواستن میتونن که در اثنای برنامه هم زنگ بزنن و انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب مثل که دوست ندارن جواب بدن، بر صورت ما همینقدر کافی است. بله، بر صورت موضوع برنامه ما توسل هست و خواستن از غیر الله سبحانه و تعالی. ببینید یک وجه مشترکی که بین این گروه گمراه وجود دارد و متاسفانه روافض هم به این گرفتار هستند، این است که همان شبهاتی رو که آیت الله قزوینی برای خواستن غیر الله به اون استدلال میکرد، همان شبهات رو هم محمد جاوید حنفی یا مولانا مفتی محمد جاوید حنفی هم همان شبهات رو تکرار میکند. کسانی که با برنامه آن رسه که آشنایی دارن شاید دیده باشن که الان صحبت هایی که از ایشان پخش میکنم دقیقا همان شبهاتی است که آیت الله قزوینی و بقیه علمای روافض هم همین شبهات رو برای خواستن غیر الله همیشه چنگ میزنن به این شبهات. خب شبهات یکیست، تدلیس ها یکیست، دروغ ها یکیست، فقط قیافه ها فرق می کند، اما عقیده همان عقیده است. من قبلا هم خدمت شما ایزان عرض کردم که ما اگر کسی قبلا میگفت که والا اینها با شیعه فرقی ندارن
مثل همونا هستن، باشون به تندی برخورد میکردیم، نه اینطوری نیستن. اما الان که میبینیم نه، واقعا یعنی شبهات این همان شبهات است و کأنه از یک منبع اینها الهام میگیرن. قضیه توسل، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماد که در سوره مائده آیه 35 که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان دارید، ای مؤمنان یا ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای الهی پیشه کنید. بارها گفتیم که تقوای الهی پیشه کنید در اینجا یعنی اشارت به این است که عبادت‌ها و آنچه که فرائض و واجبات و سننی که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آوردن انجام بدید. این است که ما به مرتبه تقوا میرسیم. مثلا بارها گفتیم که الله متعال میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه را بر شما فرض کردیم مانند کسانی که قبل از شما بودن، امتهای پیشین که بر آنها فرض کرده بودیم، تا که شما به مرتبه تقوا برسید. همه عبادات، همه اعمال نیک و شایسته‌ای که در قرآن و سنت به ما دستور انجام دادن اون صادر شده هست، هدف این است که ما به مرتبه تقوا برسیم. پس با عبادات و با اعمال نیک و شایسته وابتغوا الیه الوسیله است که به الله سبحانه و تعالی وسیله بجویید. این وسیله همان اعمال نیک و شایسته است. و در مورد انواع وسیله یا توسل مشروع گفتیم که توسل مشروع اعمال صالح است. توسل مشروع دعای انسان‌های صالح در حق انسان هست. توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی است. اینها انواع توسل مشروع است. غیر از این توسل به مرده ها، توسل به زیارت ها، توسل به قبرها، گنبد و بارگاه ها، توسل به ائمه، به پیر، اینا همه گمراهی است، ضلالت است. همونطوری که مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به اونها گفته میشد که شما چرا این بت‌ها رو میپرستید، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو که پرستش نمی کنیم، عبادت نمی کنیم، اینها فقط واسطه و وسیله رسیدن ما به خدا هستند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن فقط به خاطر اینکه همین وسایط، همین واسطه ها، همین خدایانی که غیر از الله سبحانه و تعالی برای رسیدن به الله ساخته بودن رو، اینها رو از بین ببرن. و بارها ما و دیگر دوستان اشاره کردن که لات و منات و عزا و بت‌ها و اینایی که میپرستیدن، اینا فکر نکنید که همیشه از خیال آمده بود، نه، اینا در حقیقت انسان‌های صالحی بودن که به همین شکل یادشون باقی بمانه، تصویرشون رو ساختن، بتشون رو ساختن، آیسته آیسته شروع کردن به پرستش و حتی وقتی که اونها رو پرستش هم میکردن، با آنها سجده میکردن، به این اعتقاد بودن که خدای دیگری وجود دارد، در آسمان هاست، خدای بزرگ است و اینها فقط وسیله رسیدن هستن. خب امروز هندو هم همین اعتقاد رو دارن، یعنی بت‌هایی که ما بهش سجده میکنیم و میپرستیم یا این حیوانات و اشیایی که میپرستیم، اینها وسیله رسیدن ما به اون موجودی ذاتی که در اون بالاست، او پرواله به قول خودشون، اون رو ما میپرستیم. یعنی در حقیقت اینا وسیله رسیدن به الله سبحانه و تعالی است. اکثر ادیان و مذاهب گمراهی که هستن همین اعتقاد رو دارن که یعنی در حقیقت یک چیز ذات بزرگی هست، اما اینها وسیله رسیدن است. تنها اسلام دینی است که میاد به ما میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از شارگ گردن به اون نزدیکتریم. و الله سبحانه و تعالی میخواد همین بنده بودن رو، همین واسطه بازی رو، همین پارتی بازی رو از این وسط برداره. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همه مکان و منزلتی که دارند، هیچ وقت نمیتوانند که واسطه و وسیله بین ما و الله سبحانه و تعالی قرار بگیرند. یعنی دین ما به ما میگه که هر کدام ما به تنهایی
می توانیم با الله سبحانه و تعالی ارتباط برقرار بکنیم، از الله سبحانه و تعالی بخواهیم و الله متعال بدون واسطه ما رو استجابت میکنه. هیچ کس که مسلمان واقعی باشه نمیتونه بیاد ادعا بکنه که نه، خدا رو مستقیم خواندن خوب نیست، بلکه باید یک واسطه‌ای در وسط باشه. همونایی که قائل به توسل هم هستن، توسل به انسان‌های صالح، توسل به پیامبر، اینا اونا به همین اعتقاد هستن، الا جماعت گمراهی اگر باشن که در حقیقت میگن که حاصل بر این است که مستقیم از خدا بخوایم، اما همون حرف مشرکین رو میزنن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو پرستش نمی کنیم، تنها هدف ما این است که ما رو به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنه. حالا میریم رو صحبت های ایشان و میبینیم که ایشون چی میگن و انشاءالله مستند جواب خواهیم داد. با هم شروع میکنیم. والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، سوالی وضع شده که آیا در زمانی که رسول معظم اسلام علیه السلام از دنیا رحلت کردند و صحابه جان نثار رسول الله علیه السلام در قید حیات بودند، طبعا بعضی مشاکل قبر پیامبر اکرم علیه السلام همونجا بود. در وقت مشکل و یا عدم بارندگی آیا صحابه کرام به قبر پیامبر علیه السلام توسل کردن یا نکردن؟ دوستان عزیز، اولا اینجا یک اشتباهی که ایشان میکنند این است که میگن که قبر پیامبر همونجا بود، مسجد پیامبر بود و قبر پیامبر همونجا بود. یک دروغی است که متاسفانه اینها به خاطر یعنی غالب کردن عقیده باطل خودشون این رو پنهان میکنن، نمیگن به مردم، در حالی که قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود و در داخل مسجد نبود. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، سالها حضرت عایشه زنده بودند و قبر ایشان در داخل خانه حضرت عایشه بود، نه در داخل مسجد بود و نه در صحن مسجد بود. و حضرت عایشه در اونجا زندگی میکردن، حجاب میکردن و این نبود که مثلا هر کس در بزنه تق 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 به ام المؤمنین اجازه است که ما میخوایم به قبر پیامبر متوسل بشیم. در هیچ سند تاریخی صحیح و در هیچ روایت و حدیث و اثر و خبر همچین چیزی رو ما نداریم که صحابه رفته باشن و اونجا به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کرده باشن، به اونجا متوسل شده باشن. و همچین چیزی رو اصلا یعنی من تا حالا ندیدم، یعنی همین چیز الا دروغ هایی که اینها ساختن و به خورد مردم میدن که بله می اومدن اونجا به اصطلاح مردم متوسل می شدن. و قضیه توسل به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعدادی روایت های انگشت شماری است که متاسفانه اکثرا همین روایت ها رو در کتاب های مختلف ذکر کردن که یکی از این روایت ها رو یکی دو تا شویشون بیان میکنن که ما انشالله در برنامه امروز به اون پاسخ خواهیم داد. قبل از اینکه وارد این موضوع بشم، یک روایتی رو خدمت شما عزیزان در اینجا بیان میکنم. من این روایت رو برای شما میارم اینجا، با هم این روایت رو بررسی میکنیم، بعد خدمت شما عزیزان
بله دوستان عزیز اگر این روایت رو نشون بدن در اینجا. حدیث در صحیح بخاری است. این رو در اول قبل از اینکه به موضوع بپردازم خدمت شما عزیزان بیان میکنم تا در ذهنتون باشه که حدیث صحیح یعنی چی، عقیده صحیح یعنی چی، بعد انشاءالله میپردازیم به روایت. این حدیث در صحیح بخاری هست با الفاظ مختلف و در مسلم هست، در بقیه کتب حدیث ذکر شده است، اما حکم این حدیث چی است؟ حدیث صحیح هست. هیچ کس نگفته که این حدیث مشکلی داره. خب این حدیث رو با هم میخوانیم. ان عمر بن خطاب، عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمین امیر مومنان، کان اذا قحطوا، اگر که قحطی می آمد، باران نمی اومد، استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب، می رفت به عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، از طریق ایشان طلب باران می کرد. این یک روش توسل مشروع و جایز است. فقال اللهم بارلاها انا كنا نتوسل الیک بنبینا صلی الله علیه و سلم فتسقینا. یا رب، زمانی که پیامبر زنده بود ما می رفتیم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متوسل می شدیم. متوسل شدن به دعای انسان صالح گفتم در شروع برنامه، و ایشان دعا می کردن فتسقینا، تو ای پروردگار ما به ما باران می فرستادی، ما را سیراب می کردی. اما اکنون که پیامبر نیست در بین ما، انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، ما امروز متوسل میشیم به کی؟ به عموی پیامبر ما. عموی پیامبر زنده بود در بینشان. فیسقون، چی میشد؟ باران میبارید، سیراب میشدن. یعنی چی کار میکردن؟ نمیرفتن سر قبر پیامبر بگن یا رسول الله تو که زنده بودی ما به تو متوسل میشدیم، الان که مردی میایم به مرده تو متوسل میشیم، به قبر تو متوسل میشیم، یا رسول الله برای ما باران بفرست، یا رسول الله خدا رو بگو که برای ما باران بفرسته. در هیچ روایت صحیح هم چین کاری رو نکردن، بلکه عباس که پیرمردی بود و بزرگ اهل بیت بود و بزرگ بنی هاشم بود و در مدینه در کنار خلفا در اونجا زندگی میکرد، به ایشان متوسل میشدن و ایشان دعا میکردن و باران میبارید. مثلا امروز ما بریم پیش یک انسان خوب و صالح بگیم که برای ما دعا بکن، خداوند مشکلات ما رو حل بکنه، این توسل جایز است. درس دوم از این حدیث این است که اگر افضل این می بود که به قبر پیامبر یا به جسد پیامبر متوسل می شدن، پس این کار یک کار احمقانه ای است که انسان مادامی که شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، سید اولاد آدم، سید بشر هستن اونجا و عمر رضی الله تعالی عنه هم در مدینه است، جای دیگری نیست، خونش هم نزدیک قبر پیامبر است، اصلا مرکز حکومت و خلافت مسجد است و خانه ام المؤمنین عایشه داخل مسجد است، در کنار مسجد است و دیگه میرفتن اونجا دم در میگفتن ام المؤمنین اجازه بده که ما اینجا میخوایم متوسل بشیم به پیامبر. چرا این کارو نکردن؟ این به این معنی است که توسل به پیامبر و خواستن از پیامبر در بین صحابه نبود. اگر می بود این کارو میکردن. این حدیث صحیح است، در صحیح بخاری است، در بقیه کتب حدیث هم که ذکر شده روایتش صحیح است، هیچ حرف و حدیثی هم سرش نیست. اما چرا این جماعت گمراه این روایت های صحیح، هم سندش صحیح هست، هم متنش صحیح است، هم عقیده صحیح هست، این رو رها میکنن و متوسل میشن به روایت های دروغ و مکذوب و باطل و که هزار یک
عیب و علت داره. مثلا ببینید یکی از روایت هایی که ایشون بحث میکنه. جواب مجمل یا کوتاه ما بلی صحابه کرام رضی الله عنهم اینطور فعل انجام داده، ان شاء الله العزیز از کتب برایتان پیش میکنیم. اما میگه صحابه این فعل رو انجام داده و ما از کتاب برای شما ثابت میکنیم. حالا ببینیم که این صحابی که این فعل رو انجام داده و ایشون ثابت میکنه با چه سندی و با چه مدرکی میخواد ثابت بکنه. اصوات و صوتا و مقاطع صوتی دست به دست میشه که در اونجا این بیان شده که صحابه کرام این کار را نکرده. البته این گپ شخصی از او فرد است که بیان میکنه که نکرده و وقتی ما ثابت میکنیم از کتابا. گپ شخصی نیست جناب مفتی صاحب. عقل شما کجاست؟ منطق شما کجاست؟ بخاری است، امام بخاری. گپ شخصی نیست، گپ عمر است. عمر رضی الله تعالی عنه میره به عموی پیامبر میگه که تو برای ما طلب باران به اون متوسل میشه. توسل به دعای انسان صالح. عقل و منطق شما کجاست؟ حالا یک دروغی میگید که بله صحابه به پیامبر متوسل میشدن، بعد این دروغت رو روش تاکید میکنی میگی که بله صحابه این کارو کردن. دروغ. یک دروغ اون، یک دروغ این، یک دروغ دیگه هم این که بله این کسانی که از اصواتی که میگن اینطوری است، اینا حرف خودشان از حرف شخصیشان است. حرف شخصی نیست، حرف بخاری است. امام ابو اسماعیل بخاری رحمه الله، امیر المؤمنین در حدیث و امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میره پیش عموی پیامبر به میگه که برای ما دعا بکن که خدا به ما باران بده. حرف شخصی نیست. شما مشکل شخصی اگر دارید با اهل توحید، با اهل حق، این مشکل شماست. مشکل خودتان را حل بکنید. یک کمی خیزک و جستک بیشتر بزنید، شاید عقلتان سر جاش بیاد. فعل از کتب حدیث، کتب معتمد حدیث کی فعل شده، پس معلوم میشه و دلالت بری میکنه. کتب معتمد حدیث، خب این اصطلاحات رو به ذهنتان داشته باشید. بعد ببینید که کتب معتمد حدیث اینها کدام حدیث است و کدام کتاب هست. و فردی که از این مسئله انکار داره دلالت به قلت مطالعه و عدم مطالعه از او فرد میکنه. در قدم نخست این کتاب مصنف است فی الاحادیث والآثار، کتاب مصنف ابن ابی شیبه، مجلد ششم هست و صفحه 359 صفحه 359 رقم 31993 حدیث است. اخیرین صفحه در این حدیث در این صفحه حدیث است. خب میگه که حدیث است. این انسان جاهل تا حالا فرق بین حدیث و اثر رو نمیفهمه. من در چندین برنامه گفتم که یک مدت ایشان بیان درس حدیث بخوانن که فرق بین خبر و حدیث و اثر و اینها رو بفهمن تا که دچار این مشکلات نشون. این اثر هست عزیز دل برادر. اثر با حدیث فرق میکنه. حدیث آن چیزی است که من در هفته قبلم گفتم، حدیث آن چیزی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده باشه، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اما اثر و خبر آن است که سخن صحابه باشه، فعل صحابه باشه، حرف صحابه باشه، گفتار صحابه باشه و به ما رسیده باشه. این فرقش زمین تا آسمان است. اما ایشان متاسفانه تا هنوز هم مصر هستن بر این که این موضوع رو نفهمند که انشاءالله الله سبحانه و تعالی به ایشان این فهم و درایت رو نصیب بکند. ادامه رو ببینید. در اینجا زمانه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، این صحابی جلیل القدر امیر المؤمنین وقت است و حالت میاد در مدینه منوره که باران نمیباره و قحطی میاد. ما خود روایت میخوانم. حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح عن مالك الداري قال وكان خازن عمر على طعام. مالک دار معرفی میکنه که او خازن عمر رضی الله عنه خزانه داری بود، از جانب حضرت عمر رضی الله عنه معین شده بود. قال فرمود که اصاب الناس قحطا فی زمن عمر.
بر مردم قحطی رسید در زمان عمر رضی الله عنه. فجاء رجل الى قبر النبی صلی الله علیه و سلم. یک رجلی به پیش پیامبر اکرم علیه السلام یا به نزد قبر پیامبر علیه السلام آمد. کنم که قدم به قدم پاسخ بدم برای شما عزیزان تا بدونید که این درک و فهم کج و معوج اینها تا چه اندازه است. ما داریم از قرآن دلیل میاریم، از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل میاریم، از فعل صحابه دلیل میاریم. این آقا اومده برای ما از زمان حضرت عمر میخواد یک موضوع مهم اعتقادی رو برای ما ثابت بکند. در احادیث پیامبر چیز پیدا کرده نمیتوانند، میان به کجا متواصل میشن؟ به روایت های دروغ و باطل، آن هم در کی؟ در زمان حضرت عمر. خوب توجه بکنید، جاء رجل، یک مردی آمد. حالا این مرد کی بود؟ جن بود، انس بود، شیطان بود، کافر بود، مسلمان بود، کی بود؟ این خودش یک حرف و حدیث است. ببینید که اعتقادات باطلشون رو چطور از کجا اینا میگیرن. فقال یا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا. یا ای رسول اله العالمین طلب باران بکو از برای امتت، فانهم قد هلكوا، زیرا اونا هلاک شدن. فاوتی الرجل فی المنام، بس در خواب از فرد پیامبر علیه السلام آمد که برو به نزد حضرت عمر رضی الله عنه فقر علیه السلام سلام برایش بگو و اخبره انکم مسقیون، و خبر بده که شما باران میشوید. یک وجه مشترک دیگر جماعت خرافات و گمراهی و ضلالت این است که همه اعتقادات اینا از خواب ثابت می شود. یک جاء رجل وراء رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المنام. بابا اولا این مردی که آمد کی بود؟ صحابی بود، تابعی بود، جن بود، انس بود، کافر بود، مسلمان بود، کی بود؟ معلوم نیست. بعدش این آمد گفت که یا رسول الله، داد زد که یا رسول الله امتت را دریاب که هلاک شدن. اگر این از کجا معلوم که اصلا این از باب استغاثه و استعانت از پیامبر بوده؟ این خودش یک مطلب جداست. بعدش این طرف این رجل خوابید اونجا و در خواب خود پیامبر رو دید. ببینید همیشه جماعت گمراه، چه روافض، چه خرافاتی ها، مشرکین، اینا اعتقادات باطل اینا از خواب ثابت می شود. خواب دید. در هیچ جای دین و شریعت این رو نگفته که شما احکام دینیتان را، حالا احکام این که مسئله اعتقادی است، قضیه توسل، احکام اعتقادیتان را، احکام فقهیتان را، حتی کوچکترین مسئله زندگیتان را از خواب بگیرید. جای آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابیدند و در خواب دیدند که الله متعال می‌فرماید که قل هو الله احد الله الصمد. همچین چیزی برای پیامبر اتفاق نیفتاده و اگر همچین چیزی اتفاقا میافتاد برای پیامبر، این جزء وحی محسوب نمیشد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى، از هوا و هوس سخن نمیگفتند. خواب پیامبر هیچ وقت دروغ نیست. اما احکام دین و شریعت از خواب ثابت نمی شود الا از این جماعت گمراه. دینشان، اعتقاداتشان، همه چیزشان از خواب ثابت میشه برایشان. در خواب دید. و قل له علیک الکیس علیک الکیس. وقتی که پیش حضرت عمر صاحب آمد رضی الله عنه گریه کرد و بعد بارانم شد. این مصنف است و عمل صحابه را برای ما شما معلوم کرد. عمل صحابه رو برای هنوزم خجالت نمیکشه، شرم نمیکنه، حیا نمیکنه. فجاء رجل، کی گفته که این رجل صحابه بود؟ حالا در یک روایتی مثلا در جای ابن حجر گفته که بلال مزنی بود، در حالی که این روایت رو هم کسی هم که این حرف رو زده ابن حجر که روایت میکنه از سیف ابن عمر است که میگن که این روایت ضعیف است و این دروغ است و این صحابی نبوده. اما در این روایت آنچه در مصنف ابن ابی شیبه آمده
در اینجا میگه جاء رجل، یک مردی آمد. دوستان عزیز، خلاصه کلام این که من اگر بخوام این روایت رو بررسی سندی برای شما بکنم، یعنی دست 4 صفحه آماده کردم که اگر جناب مفتی صاحب با همه مریدان و پیران و مرشدان و خلیفه‌هاشون جمع بشن، این رو ثابت کرده نمیتوانن که این روایت صحیح است. بررسی سندی کامل کردم، آماده است. اینجا مختصر بهش اشاره خواهم کرد. اما همچه که عقل سالم و فطرت سالم و دین و شریعت ما برای ما بیان میکنه این است که احکام اعتقادی، احکام دینی ما هیچ وقت به خواب ثابت نمیشه. و ثانیاً در کجای این روایت فعل صحابه ثابت میشه؟ چه دروغ میبندید به صحابه؟ و در کجای این روایت بر فرض صحتش هیچ حرف و حدیثی هم نداشت این روایت، در کجای این استغاثه و استعانه به رسول است؟ یک مردی میاد به پیامبر میگه، به قبر پیامبر استاد میشه، میگه یا رسول الله امتت رو دریاب که چی شد؟ نابود شدن، قحطی آمده. پیامبر در خوابش میاد، اصلا این مردم نمیاد میگه یا رسول الله کمک بکن، یا رسول الله باران ببار. یعنی یک نوع وضعیت حال ملت رو داره بیان میکنه. پیامبرم در خواب این شخص که میاد به این نمیگه که خب تو به من متوسل شدی، من مشکل تو رو حل میکنم. بهش میگن که برو به پیش عمر بگو که براتون باران میاد. این خودش یک بحث جداگانه ای رو میطلبه. اما در مورد این روایت دوستان عزیز و گرامی، این روایت رو تقی‌الدین سبکی هم ذکر کرده و محمد علوی مالکی هم ذکر کرده در کتاب مفاهیمش. یوسف خطار در موسوعاش هم ذکر کرده در صفحه 111 و 112 و دکتر عمر کامل هم در الاستغاثه صفحه 27 این مطلب رو ذکر کرده. بعدش ایشون میاد، حالا یک سری چیزا رو میاره ذکر میکنه. من یک خیلی موضوع مهم که حالا شاید عقل و منطق جناب مفتی صاحب به این چیزا کار نکنه، اما در علم حدیث یکی میگن حدیث صحیح هست، مثل حدیث بخاری که خدمتشون نشانه حدیث صحیح هست. در جایی میگن که اسناده صحیح. مثلا همین روایت رو ابن کثیر رحمه الله میگه اسناده صحیح، اسناد همین روایت یا همین اثر صحیح هست. در البدایه و النهایه صفحه 97 در جلد 7 ذکر میکنه. ابن حجر در فتح الباری ذکر میکنه که روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح من روایت ابی صالح سمان عن مالک الدار. هیچ دقت کردید چرا در بعضی از روایت ها میگه اسناده صحیح، نمیگه که صحیح، حدیث صحیح هست یا این روایت صحیح هست؟ چرا میگه اسناده صحیح؟ چون گاهی اوقات امکان داره اسناد یا اسناد یک روایت صحیح باشه اما متن صحیح نباشه، متن مشکل داشته باشه. گاهی اوقات برعکس میتونه باشه، متن صحیح باشه اما اسنادش صحیح نباشه، مشکل داشته باشه. این هر دو صورت موجود است و علما خیلی دقیق بودن. این ظرافت این مسائل رو انسان‌های جاهلی مثل جناب مفتی نمیفهمه در اینجا، که بعد میگه که بله ابن حجر گفته که صحیح هست، ابن کثیر گفته که صحیح است، گفته اسناده صحیح، اسنادش صحیح هست، نگفته که متن صحیح هست. و این عقل اینا تا به این اندازه کار نمیکنه و این مطلب رو در کتاب الروض الدانی در صفحه 17 در اونجا میاره، در صفحه 17 و 18 میگه که فعل عاد الاعتبار صححها الاسناد، یعنی اسناد رو تصحیح کردن، ولم یصححها المتن کما هو واضح من عبارتهما. چنانچه از عبارت این دو امام بزرگوار ابن کثیر و ابن حجر واضح و آشکار است، اینها اسناد رو گفتن صحیح هست اما متن رو تصحیح نکردن.
در این روایت از جمله کسانی که در نقل این روایت وجود دارند اعمش هست که علمای حدیث میدانن که اعمش امام هست، ثقه هست، ثبت است، ولکن کان یدلس و یکی از جاهایی که در او تدلیس صورت گرفته همین روایت است که پیش علمای حدیث که در کتاب جامع تحصیل صفحه 189 در اینجا ذکر میشه که وقد ثبت تدلیس الاعمش عن ابی صالح، و این یک بحث علمی و حدیثی است که کله جناب مفتی به این چیزها باز نمیشه. ثانیاً بالفرض گفتیم که همه این چیزها درست، خود شخص مالکدار که خازن عمر بوده این یک شخصی است که سرش حرف و حدیث زیاد است که علما در مورد خود مالکدار در مورد خودش اختلاف دارن. بعضیا گفتن که یک انسان مجهول الحال است و بعضیان گفتن که تابعی است و اثنى علیه تابعون، تابعین در موردش حرفای خوبی زدن و ابن سعد هم توثیقش کرده، میگه که وکان معروفا در جلد 5 صفحه 12. اما اینکه مالک دار چه نوع شخصیتی است این هم سرش حرف و حدیث زیاد است، غیر از اون مشکلاتی که در متن که من در اثنای پخش کلیپ برای شما عزیزان بیان کردم. و اگر همینطور ما بخوایم صحبت بکنیم تا پایان برنامه در مورد مشکلاتی که این روایت داره، مشکلات سندی که این روایت داره، تا دلتون بخواد من میتونم صحبت بکنم. مثلا معاویه‌ای که شما در بین راویان این چیز هست، معاویه ابن صالح، میگه که این شخص مجهول است. در میزان الاعتدال صفحه 417 جلد 7 امام ذهبی میگه که کی است؟ این شخص مجهول است. و همچنین تا دلتون بخواد در مورد معاویه و در مورد ابو صالح و در مورد مالک دار و در مورد اینا بخوایم صحبت بکنیم تا دلتون بخواد حرف برای گفتن داریم. اما آنچه که واضح و آشکار است این متن با فعل صحابه در تضاد است. این روایت، این خبر فعل صحابه نیست. فعل صحابه آن حدیثی است که آن روایتی است، آن اثری است که در بخاری ثابت است که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه روایت صحیح بدون هیچ حرف و حدیث متوسل می شدن به عموی پیامبر که دعا بکنن که باران بیاد و به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم متوسل نمی شدن. و تا که دلتون بخواد در مورد متن من اینجا باور کنید تقریبا 6 صفحه در مورد اشکالات سندی این روایت آماده کردم و بیانش اینجا فکر میکنم که وقت بینندگان عزیز رو میگیره، چون که بحث علمی است. ای کاش ایشون خودشون حاضر میشدن تا بند این رو براش بیان میکردم و همین اندازه کافی است در باطل بودن این روایتی که ایشان با آن متوسل میشن. ادامه کلیپ رو ببینید که در زمان صحابه کرام این عمل شده. می‌بینیم که علما در باب از حدیث چی میگن؟ این یک کتابی است محق التقول فی مسئله التوسل و همچنان علامه سندی رحمت الله علیه یک رساله را نوشته کرده، در ذیل در این کتاب موجود است. ضمن از این حدیث گپ میزنه در صفحه 128 سندیش هم میکنه که سند از این حدیث به صحت رسیده و قابل استدلال است و بعد میگه که و محل الاستشهادی، حتی همین علامه سندی که اینجا ذکر میکنه که در قرن 12 بوده، هیرم میگه که اسنادش صحیح هست، گرچه خودش یک انسان متعصب در حنفیتش هست و در قضیه توسل و مثلا مشکلات زیادی داره علامه سندی، منتها در
حتی در اینجا میگه که سندش صحیح است. خب سند ابن حجر هم گفتم که میگه که صحیح است و ابن کثیر هم میگه صحیح است. متن مشکل داره برادر، متن مشکل داره. استشهاد و طلب الاستسقاء منه فی البرزخ، و طلب استسقاء در برزخ بوده و دعاؤه لربه و علمه بسؤال من یسأله، و دعای پیامبر علیه السلام از برای ربش و علم رسول الله علیه السلام به سؤال کسی که سؤال میکنه. لم ينكر صنيعه هذا احد من الصحابه، انکار نکرده فعل ازیره یکی از صحابه کرام رضی الله عنهم هم. و این حدیث امام بخاری در تاریخ خود به طریق ابی صالح زکوان مختصرا نقل کرده، ابن ابی خیثمه مطولا نقل کرده، در اصابه در جلد دوم صفحه 495 موجود است. و ما از مصنف برایتان پیش کردم. و هذا نص، میگه این دلیل است على عمل الصحابه فی الاستسقاء به بعد وفاته، بر عمل صحابه در استسقاء و طلب باران بعد از وفات رسول الله علیه السلام، حيث لم ينكر عليه احد منهم مع بلوغ الخبر الیهم، با وصف از اینکه خبر برشان رسید بازم اونا انکار نکردن. و این چگونه رسید؟ سعی کنید خبر به حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مواصلت کرد و رفع شد به امیر المؤمنین، پس چگونه اونا رد نکردن در حالی که توحید و همه چیز از ما کرده درست و خوبتر میفهمیدن. همینجا اشکالات حرفای آقای سندی رو در اینجا علامه سندی رو خدمت شما بیان بکنم. اول اینکه میگه این دعا به پیامبر در برزخ رسید. و مرد اسحاقی تو در برزخ بودی، تو رفتی اونجا خبر گرفتی. چطور این جماعت گمراه یعنی میان برای خودشون فیلم درست میکنن، درامه درست میکنن، تئاتر درست میکنن. علامه سندی گفته که بله این سوال پیامبر در برزخ بود، به پیامبر در برزخ سوال رسید و پیامبرم دیگه مستقیما فرمان صادر کرد که باران بباره. جماعت دارن والدن تعجب میکنن. ثانیاً فعل صحابه، در این روایت اصلا ذکری از صحابه نیست که صحابی همین کار رو کرده باشه. خود مالک دار که این رو روایت میکنه میگن تابعی است، صحابی نیست. حالا بالفعل که همچین شخصی باشه، حالا تابعی، صحابی که نیست. این رجل از کجا معلوم شد که این رجل صحابی بوده؟ ثانیاً میاد به حضرت عمر میگه که من در خواب دیدم که پیامبر میگه که به شما باران. خب حضرت عمر کسی میاد مثلا امروز همین آقای مفتی خواب ببینه که در خوابش پیامبر آمده بهش گفته که برو با آقای انصاری بگو که شما مثلا در این صحبتی که کردید بر حق هستید. خب این آقای مفتی هم بیاد این حرف رو به من بزنی، کجاش اشکال داره؟ ایشون خوابی دیده، خوابش اومده به من گفته من به من کار بکنم، تو غلط کردی که این خوابو دیدی. یک حماقت، یک حرف بیجا. انکار نکردن فعل این ولو که صحیح باشه این روایت، چه متنن چه سندن صحیح باشه، انکار نکردن صحابه یعنی اینم برای شما دردی رو دوا نمیکنه. چون که اون طرف اومد، این رجل مجهول آمد حضرت عمر گفت من در خواب دیدم که پیامبر میگه باران میباره. خب تو از اینجا چی رو میخوای شما ثابت بکنی؟ توسل به غیر الله رو؟ مالکم کیف سودی به حال شما نداره، چون این اصل و ریشه خراب است. اصل و ریشه که شما بهش اعتقاد داری که این روایت هست، این اصلا متنش مشکل داره، در تضاد با عمل صحابه است. عمل صحابه این است که میرفتن به دعای عباس عموی پیامبر متوسل میشدن و اینکه شما به اون دارید چنگ میزنید عمل یک انسان مجهولی است که خدا میدونه کی است. ادامه رو ببینید. این فقط این کتاب ها همینطور جلد صفحه اسم کتاب حرف همون حرف است. تقول در صفحه از این موجود است، صفحه 286 مسئله را بیان کرده و این شواهد الحق است فی استغاثه بسید الخلق. این هم بیان از این مطلب را کرده علامه یوسف نبهانی سه. و کتاب دیگری که شفاء و سقام فی زیارت خیر الانام هم علامه سبکی رحمت الله علیه این خاص در باب زیارت و توسل یک کتاب مستندی که از جمله معاصرین ابن تیمیه بوده نوشته کرده و تحقیق خود داشته.
رئیس علمای مدینه این رئیس منوره علمای محمد مدینه حامد من... سندی در عصرش رئیس علمای مدینه منوره بود به نام التوسل انواعه و احکامه. اگر متوجه شده باشید در همینجا 2-3 کتاب رو نشان داد که کلا قول علامه سندی است. یعنی فقط این میخواد این فکر میکنه که این کثرت کتاب ها و زیاد بودن این کتاب ها و نشان دادن جلوی دوربین بر حق بودن این رو ثابت میکنه، در حالی که همه حرفشون سر همون روایت مصنف ابن ابی شیبه است که متنش در تضاد با عمل صحابه است. و امی تحقیق را در ضمن اینجا کرده. آن دوم روایت ما پیش میکنم در این باب که این سنن دارمی هست. سنن دارمی مجلد اول هست، صفحه 49. صفحه 49 روایت مذکور است، باب وضع شده: باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته. برقم 92 حدیث مذکور است. اینجا میگه حدیث مذکور است. این بی سواد تاوالی فرق بین اثر صحابه و حدیث پیامبر رو نمیفهمه. اینم دوستان عزیز حدیث نیست، اثری است که موقوف به صحابه است که در موردش صحبت میکنیم، حدیث نیست. مذکور است: حدثنا ابو النعمان حدثنا سعید بن زید حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله. خوب به خاطر داشته باشید چون که در مورد این اسما صحبت خواهیم کرد. این اسمایی که میگه ابوالجوزا و نوکری و اینا در مورد صحبت خواهیم کرد. می فرمای قحط اهل المدینه قحطا شدیدا. قحطی آمد بالای اهل مدینه به قحط شدید. فشکوا الى عائشه، به نزد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها شکایت کردند. بعد فرمود فقالت، برایشان گفت که انظروا قبر النبی صلی الله علیه و سلم، برین به طرف قبر پیامبر علیه السلام ببینین. فجعلوا منه کوا الى السماء حتى لا يكون بينه و بين السماء سقف. پس بگردانین یک کیو، یک غاری که در میان قبر، یعنی امو سقف چیز کنین، بردارین کم ذره تا میان قبر و میان آسمان حائل نباشه. ففعلوا، اونا کردن چنین. فمطرنا مطرا، پس امیطور یک باران شدید شد. حتی نبت العشب و سمنت الابل حتی تفتقت من الشحم. باران بارید، کاها و گیاها سبز شد، آنقدر چرا خوردن که چاق شدن. حتی تفتقت من الشحم، از دست چاقی ایتر کفید امی شحم روغنشان. فسمی عام الفتق، باز این مسما به عام فتق شد. عام فتق یعنی عامی که در او سالی که کفید از دست چاقی. این سنن دارمی بود. بله دوستان عزیز، این سنن دارمی بود و این روایتی هم که ایشان در اینجا ذکر میکنه اینم چی است؟ حدیث نیست و قولی است از موقوف هست به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که در مورد این ما چند حرف و حدیث داریم. اولا بیاید در مورد متنش صحبت بکنیم. آمدن پیش ام المؤمنین گفتن قطعی آمده. ام المؤمنین هم گفت که شما برید این یک شکافی در سقف قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم باز بکنید. اولا عقلا و منطقا همچین چیزی به عقل جور در نمیاد. چرا؟ این سقف بود خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه. حضرت عایشه در این خانه زندگی میکردن. در این خانه زندگی میکردن. بعد گفتن که برید سقف خونه من رو سوراخ بکنید تا باران بباره. این همشه آدم آخر این کار رو میکنه. میگه برید سقف خونه من رو، چون که قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه است و حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تا وقت فوتشان در اونجا زندگی میکردن. یعنی گفتن برید خونه من رو سقفش سوراخ بکنید. در اون زمان دیگه مثل الان نبود که آقا سوراخ بکنن بعد برن یک سقف آماده بگیرن روش بگذارن که باران. سقف که میشد دیگه قیامت بود دیگه، سوراخ که میشد شکافی در اون ایجاد میشد، دوباره اون رو بعد میبستن به یک شکلی با گل و لای و نمیدونم فلان. این عقل اینو اقتضا میکنه که کسی بره سقف خونه خودش رو چیز بکنه. این یکی از مشکلاتی که این چیز داره.
حکم این روایت چی است؟ ضعیف الاسناد. این روایت ضعیف الاسناد است در به خاطر راوی اوس بن عبدالله که است. این ضعیف الاسناد است و اینم موقوف است به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. این روایت صحیح نیست. در امام البانی در صفحه 335 در احکام جنایز این رو ذکر میکنه که این حدیث صحیح نیست و این دروغی است که گفته شده. در تخریج احادیث مشکات المصابیح در صفحه روایت 5894 خلاصه حکم این هست که اسناده ضعیف. این اسناد این روایت که هست در اینجا ضعیف است. همچنین یکی از راویانش سعید ابن زید است که برادر حماد ابن زید که این هم راوی ضعیف است که ابن حجر در تقریب این رو ذکر میکنه و میگه که اوهام داشت این شخص. امام ذهبی در میزان این رو ذکر میکنه، میگه که ضعیف است. علامه سعدی میگه که لیس به حجه، دلیل شده نمیتونه. و نسائی میگه که لیس به قوی نیست. احمد میگه که لیس به ای بس، یعنی میشه دیگه به زور. بر صورت ثانیاً این بالفرض که این روایت صحیح ترین سند رو داشته باشه، فعل حضرت عایشه است، موقوف به حضرت عایشه است و این نمیتونه که در مقابل آیات و احادیث صحیح و صریح پیامبر به این حجت باشه و دلیل باشه برای ما کسی شوخی نداریم. نه صحابه نه معصوم بودن، نه تابعین معصوم بودن، نه ائمه اربعه مذاهب اهل سنت معصوم هستن که حرفشون که انه وحی منزل باشه. رأی اجتهادی از ایشان بود. ثانیاً نگفتن که در این روایت که حضرت عایشه گفته باشه ای مردم بروید از پیامبر بخواهید، استغاثه کنید، گفته برید سقف باز بکنید. حالا بالفرض که این صحیح هم باشه، هیچی رو نمیتونه برای اینها چیکار بکنه؟ ثابت بکنه. در مورد سند این روایت هم همچنان من یک بحث مفصلی تقریبا در 3 صفحه کردم که راویانش رو بررسی کردم که دیگه جناب مفتی صاحب حاضر نشدن که صحبت بکنم، وگرنه خیلی قشنگ و زیبا برای ایشون بیان میکردم که این چقدر مشکل داره. مثلا سعید ابن زید رو ذهبی در موردش میگه لیس بالقوی. حافظ ابن حجر میگه که اوهام داره. ابن معین و احمد میگن لیس بی بس و نسائی هم میگه که قوی نیست و ذهبی هم در میزان میگه که ضعیف است. همه اینا رو شما کنار هم بگذارید و بعد استدلال عجیب و غریب این شخص رو ببینید که به این روایت چگونه چیز میکنه. اما ابوالجوزا کی است؟ ابوالجوزا اوس بن عبدالله هست که ادعی گفتن که ثقه هست و یحیی بن سعید گفته که در این سند نظر است، یعنی حرف و حدیث روش هست. بعضیا میگن که تابعی بوده. امام بخاری در موردش میگه که در مورد این شخص نظر یعنی حرف و حدیث هست درش، اسناده فی اسناده نظر فقط ثبت ان الحدیث ضعیف منقطع، که این حدیث چی است؟ ضعیف هست و این روایت ضعیف هست و منقطع است. بر صورت این مسائلی بود که در مورد این ابن تیمیه رحمه الله هم در موردش میگه که این روایت صحیح نیست و این دروغ است، نه سندش ثابت میشه و در طول مدتی که ام المؤمنین عایشه صدیقه در اون خانه زندگی کردن هیچ
به اصطلاح دریچه‌ای و سقفی چیزی در سقف خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبوده. یعنی مردم در روایت ها اهل سیرت و اینا کل تفاصیل زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و افسرانشون رو ذکر کردن. در هیچ جای نیامده که در سقف خونه ام المؤمنین عایشه صدیقه یک سوراخی بوده در اونجا و یک شکافی بوده که گفته باشن که اون رو باز بکنه. یک دروغی است که ساختن، الله المستعان. بعد حالا ببینید یک سند خیلی خطرناک و معتبر ایشون برای شما میاره که واقعا یعنی انسان در حیرت میفته. ما یک واقعی را هم پیش میکنم، واقعی تاریخی است. فتوح الشام، ابی عبدالله محمد بن عمر بن واقدی یکی از جمله تاریخ مستند است در باب تاریخ. عالم بسیار جلیلی که در متوفای سنه 207 است نوشته کرده. در مجلد اول صفحه 168 واقعا را ذکر میکنه که در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه عبدالله بن قرط یک صحابی است، رفته بودن اونا به جنگ. وقتی به جنگ رفتن دیدن که تعداد صحابه کرام محدود است و تعداد کفار بسیار زیاد است، لشکر از اونا بزرگ است. پس آمد به عنوان یک مرسل فرستاده شده بود، پیام آور بود. روز جمعه بود که به پیش حضرت عمر رضی الله عنه رسید. حالی به مشوره آمد که ما جنگ بکنیم به امرای کفار یا نه که عقب نشینی کنیم برگردیم. حضرت عمر رضی الله عنه برایش گفت که جنگ کنی. این پس در امی رفتن که پس خبر ببره، در راه در دلش گشت که ما حالی که آمدیم یک زیارت پیامبر اکرم علیه السلام را هم بکنیم. پس بیان میکنه که فقال عبدالله ابن قرط ما ذکرت شیء الا وانا عارف به من فضل. خب بعد از اینکه رفت در قبر پیامبر علیه السلام گفت من اینجا زیارت میکنم و همینجا می باشم. حضرت علی کرم الله وجهه، عباس رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها و حسن و حسین هم اینجا بودن، در پیش قبر پیامبر علیه السلام نشسته بودن. وقتی که رفت برای حضرت علی رضی الله عنه گفت که برای ما دعا کنین، خصوصا در پیش قبر پیامبر اکرم علیه السلام. حضرت علی کرم الله وجهه برایش گفت که حضرت عمر صاحب از پیش حضرت عمر صاحب آمدی، فضایل حضرت عمر صاحب بیان کرد. حضرت عبدالله ابن قرط صاحب گفت که ما فضایل حضرت عمر صاحب میفهمم و اعلم استم به، پس اما باز فضل عمر بن الخطاب ولكني اردت زیادت من دعائك، مگر ما اراده زیاد دعا دارم و دعای عباس عم رسول الله علیه السلام، ولا سیما عند قبر الرسول المعظم المكرم، و خامخا به نزد قبر رسول معظم اسلام علیه السلام. قال، پس راوی می فرماید فرفع العباس رضی الله عنه یدیه، دستای خود بلند کرد علی رضی الله عنه کذالک و قال، اردیشان گفتند اللهم انا نتوسل بهذا النبی المصطفى. هزار شما میفهمین که یک اسم اشاره است و مشار الیه محسوس بالبصر تقاضا میکنه، پیش قبر اشاره میکنه بهذا النبی المصطفى والرسول المجتبى الذي توسل به آدم فاجبت دعوته وغفرت خطيئته الا سهلت على عبد الله طریقه وطويت له البعیده. که تو رایش آسان بگردانی و ایرای طولانی برایش کم بگردانی، بعد از او و نصرش بکنی انک سمیع الدعا. بعد از او باز عبدالله ابن برایش گفت که سر یا عبدالله ابن قرط فلله تعالى اکرم من ان يرد دعاء عمر و عباس و علی والحسن والحسين وازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توسلوا الیه باکرم الخلق علیه. این بیان کرد که برو ایناله. باز الله تعالی این راه را برایش بسیار خوش بود و همه تو میرفت راه را برایش آسان کرد. ببینین این قضیه یک بار برایتان نزدیک میکنه، نشان میده که قضیه در این فتوح الشام موجود است و قضیه تاریخی است و از صحابه کرام اجله صحابه هستند که از اونا این مسئله منقول است. پس چگونه ما بگوییم که توسل صحابه کرام نکردن؟ هر کسی که گپ را میزنه مکابره است و تحکم است، گپش بدون دلیل است، فقط در اخیر به میتو مردمی. بله دوستان عزیز، واقدی کتابی داره به نام فتوح الشام، کتاب تاریخ است.
من از همین منبر تحدی میکنم، چلنج میدم به این آقا که بیاره همین روایت رو بررسی سندی بکنه، اصلا سندش رو در همین تاریخ واقعی بیاره برای من نشان بده. واقعی این داستان ساختگی رو بدون سند ذکر میکنه. این اولا. ثانیا این روایت و امثال این روایت هایی که در کتب تاریخی ذکر شده بدون سند و بدون مدرک، هیچ وقت برای ما دلیل شرعی شده نمیتواند. ثالثا در مقابل احادیث و روایات صحیحی که در صحیح بخاری، مسلم و دیگر کتب حدیث داریم، این روایت ها هیچ ارزشی ندارد روایت تاریخی. رابعا واقعی یک انسان متساهل است، تا که دلتان بخواهد روایت های ضعیف و مناکیر در کتاب تاریخش زیاد است، تا که دلتان بخواهد، و هیچ وقت برای ما حجت شده نمیتواند. علامه هست در تاریخ فلان هرچی که دیده شنیده نوشته، لیکن هیچ وقت برای ما دلیل شده کتاب. من تعجب میکنم به این جماعتی که رفته یعنی مسائل اعتقادیشان را از کتب تاریخی میگیرن. عقل کجاست؟ منطق کجاست؟ تقوا کجاست؟ رابعا خود این روایت یک مشکل بزرگ داره. طرف میاد پیش قبر پیامبر، بعد میاد به علی و عباس متوسل میشه که براش دعا بکنن. خب این که دعا متوسل شدن به دعای انسان صالح بود، بعد اینا متوسل میشن به پیامبر. خب این عبدالله خودش چرا متوسل نشد به پیامبر؟ این که بهتر بود، راحت‌تر بود؟ یا نه فقط انسان‌های خاصی هستن که اونا باید متوسل بشه، از طریق اونا باید متوسل شد به پیامبر؟ خود این روایت تناقض داره در داخل خودش. اینم از بهترین و قوی‌ترین روایتی که گفتم ایشون داشت. انکار میکنن اگر یک چنین داده شود برایشان و گفته شود که خیر است یک حدیث موضوعی را پیش کنین در این باب که صحابه کرام گفته باشه که ما توسل نمی کنیم یا توسل کرده نشود. روایت صحیح در اول برنامه ذکر کردم از صحیح بخاری که حضرت عمر متوسل میشد به عموی پیامبر که دعا بکنه که باران بیاد. توسل شرعی و جایز. شما چرا مصر هستی با هزار یک دلایل لایتجسمک میخوای ثابت بکنی که نه باید که متوسل به مرده شویم؟ البته این درد اینا پیامبر نیست. این روایت هایی را که این داره میاره، این کتاب واقعی و فلان و روایت های باطل و از زباله‌دانی ها جمع میکنه میاره، این درد اینا توسل به پیامبر نیست. حالا قضیه توسل به جاه پیامبر در بین علما یک مسئله ای است که بعضیا در این مورد حرف و حدیث دارن و بعضیا اعتقاد دارن. ای کاش فقط موضوع به همین جا مختصر بشه. اینا دلیل میارن برای متوسل شدن به پیامبر، بعد خودشان به پیرشان، به پیرای مردهشان، به هزار یک زیارت و پیر مرده و طلب استغاثه و استعانت و استمداد و مدد و همه اینا رو انجام میدن و دلایلشان همین دلایلی است که در اینجا ذکر کرده که انشالله من عرف و چیزای زیادی از این شخص دارم در مورد خواستن از غیر الله، استغاثه و استعانه به غیر الله سبحانه و تعالی که انشالله در برنامه بعدی بیان خواهیم کرد. از ائمه سلف ائمه گفته شود که توسل نکنید. اینطور یک چیز پیش شده نمیتونه، اما با وصف از او هم انکار میکنه که نکرده. گویا تصور میکنی که حافظ تمام احادیث دنیاست و این خبر داره، با تمام بالای تمام کتب احاطه داره و میفهمه که این مسئله در کتابا موجود نیست، در حالی که من نشان دادم در کتابا موجود بود. اقول قولی هذا استغفر الله لی. بله دوستان عزیز، این بود شبهاتی که ایشان بیان کردن و جوابای مستند و مستدلی که ما دادیم. از این لحظه به بعد تماسهای شما عزیزان را خواهیم گرفت. اگر دوستانی مایل هستن در مورد برنامه امروز صحبتی داشته باشن، انشالله پیامتان یا تماس شما عزیزان را خواهیم شنید و انشالله در هفته‌های بعد هم کلیپ های کوتاهی از اعتقادات باطل ایشان را خدمت شما عزیزان من بیان خواهم کرد و ما پیگیر این قضیه خواهیم بود تا وقتی که جناب حضرت مفتی صاحب بیان و تصمیم بگیرن که رو در رو صحبت بکنیم از اینکه
ما کلیپ های شما رو پخش بکنیم. تلفن هست، هر روشی که شما دوست دارید. والله من اینجا هیچ شرطی هم نمیگذارم. هر شرطی که جناب علامه مفتی محمد جاوید حنفی بگذاره برای گفتگو و مناظره، من حاضر است. هر شرطی که میخوای بگذاره، هر طوری که دوست داره، ما حاضر هستیم که به همراه ایشان صحبت بکنیم و هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستین محترم جناب محمد؟ سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. جناب بزرگوار، خیلی خوشحال شدم از اینکه تماس ما با شما وصل شد. من اسلام الدین هستم، از تخار افغانستان تماس گرفتیم. اسلام الدین برادر. جناب که اسمش آوردن جاوید، بله دیگه من را کلیپ های شنیده بودم. بله. دیگه ما باور نداشتم کلیپ های ازی، چون گپ های بدعتی زیاد میگفت از توسل به قبرها و زیارت ها و اینا. بعد دیگه ما در واتساپ امرایش ناز بودم، دیگه پاک کردم خدا دیگه از جناب. من صحبت خاصی نداشتم، فقط میخواستم که وصال حق ما چطور میتونیم برنامه شما رو به طور همیشگی داشته باشیم. فعلا وصال حق برنامه زنده نداره در ماهواره، اما برنامه آروسکر شما از طریق شبکه جهانی نور می توانید سه شنبه در همین ساعت متابعت بکنید. یعنی کلا برنامه تکرار هم نداره؟ نه، فقط در سوشال میدیا برنامه تکراری میگذارن، اما در آنتن در ماهواره برنامه جدیدی نیست فعلا. خیلی ممنون، خوشحال شدم از اینکه با شما تماس گرفتم، هم کلام شدم. الله متعال موفق و معید باشین. الله سبحانه و تعالی تمام موحدین سرفراز و پیروز داشته باشه ان شاء الله. سلامت باشید، زنده باشید. الله یار نگهدار شما. درخواست دعا داریم از شما ان شاء الله. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. زنده باشید. همچنان. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون جناب اسلام الدین. ببینید، من قبلا هم در برنامه اولی که صحبت کردم به دوستان عزیز گفتم، خواستم به جوانانی که فریب امثال این علامه مفتی را میخورن که اینا وقتی که حرف میزنن از اینها سند طلب بکنید. برادر این روایت را که میگی بررسی سندی بکن، بررسی سندی بکن که این روایتی که ذکر کردی این چقدر ارزش دارد، چون مسائل اعتقادی را بدون تحقیق، بدون بررسی ما نباید بگیریم از کسی. باور کنید هفته گذشته من در مورد مسئله تقلید صحبت کردم. در طول این هفته 10 پیام تهدید، ما سر تو رو میبریم، ما نمیدونم فلان میکنیم، ما تیربارانت میکنیم، ما تو رو منفجر میکنیم، الان حکومت ماست، الان حرف ماست. چرا بیا مثل بچه آدم بیا منطقی صحبت بکنیم. جناب مفتی صاحب حنفی چرا فرار میکنی؟ بیا مثل دو انسان متمدن با هم صحبت میکنیم. دلیل داری، مدرک داری، سند داری، بیا بیان بکن. چرا شما باید وقتی که جواب نداشتید، وقتی که با دلیل و با منطق نتوانستید که چیزی رو بیان بکنید، حتما باید مردم رو تهدید به مرگ بکنید که میکشیم و میبندیم و آتش میزنیم و منفجر میکنیم؟ این که منطق نیست. وانگهی حق با کشته شدن من و فلان و علان اینا که خاموش نمیشود. شما فکر میکنید این همه علمایی که در طول قرون متمادی زحمت کشیدن به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر توحید، بدون ترس و واهمه از هیچ کس، کشته شدن، زندان رفتن؟ آیا دین از بین رفت؟ آیا اسلام از بین رفت؟ نه خیر. آیا شما فکر میکنید مثلا با کشتن مولوی مجیب الرحمن انصاری، مولانا متوکل و دیگر علما و دعوتگران شما فکر میکنید پیروز میشید؟ نه والله. ابن تیمیه را انداختن در زندان،
سالها در زندان بود. الله سبحانه و تعالی چون حق بود و سخن حق می گفت، صدها سال بعد کسانی را مسخر کرد که کتاباشو چاپ بکنن، کتابهایی که در زندان نوشته بود. و حق رو هیچ وقت نمیتونید با تهدید به کشتن و بستن و با این چیزا خاموش بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بیننده گرامی بفرمایید. جناب آقای باشعور بفرمایید. بله. خب یک کمی هم باید از ادبیات ملت بزرگ که 2500 سال تاریخ و تمدن دارن باید ادب و شعور ما هم نداریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. زنده باشید. بفرمایید. بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. الو. بله صدای شما هست، بفرمایید. حالا شما خوب آقا انصاری؟ سلامت. سلامت باشید، زنده باشید. آقا انصاری درست کنیم برنامه زنده بیشتر داشته باشیم. بعد شرفی ولایت خیلی خب متاسفانه تماس این دوست عزیزمون قطع شد، مشکلم داشت صداشون. برنامه دیگه هفته یک برنامه کافیه. انشالله سعی خواهیم کرد که اگر که مقدور باشه برای دوستان در شبکه نور مدت برنامه رو 2 ساعت بکنیم که بشه تماس‌های بیشتری رو از عزیزان بگیریم و مجال بیشتری داده بشه به بینندگان عزیز. اما در مورد فکر کنم شبکه ولایت صحبت کردن. ببینید من یک موضوع رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. شبهات اینها تعداد انگشت شماری هست. حالا اینو خواستم به کسانی که در امور به اصطلاح چیز هستند، توجه دارن به مسائل بحث‌های علمی، شبهات اینها تعداد انگشت شماری است که در موضوعات خاصی قرار میگیره، اما اینا هر چند وقت یک بار فقط روششون رو عوض میکنن. مثلا مثل همین آقایی که الان نشون دادم، جناب مولانا مفتی جاوید حنفی، روایت یک روایت هست اما اونجا 13 تا کتاب رو آورده. ببینید این کتاب هم ذکر کرده، ببینید این کتاب هم ذکر کرده. یعنی میخواد بگه که بله این روایت انقدر مهم هست و انقدر روایت متواتر و صحیح السند هست که در 13 تا 12 تا کتاب این رو ذکر کرده. یعنی به یک شکلی میخوان مردم رو فریب بدن و فکر میکنن که اینطوری مردم فریب دروغ‌ها و تلبیسات و خیانت‌های علمی اینها رو میخوره، در حالی که امروز مردم بیدار شدن. یعنی نمیشه که بدون دلیل و مدرک شما هر روایت باطل و دروغی رو بیاری و به خورد مردم بدی. بر صورت در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. یک بیننده عزیزی نوشتن که نرم افزار رجال شیعه رو برای من بفرستید، از شما خواهش میکنم چون شدیداً نیاز دارم. خب انشالله یک بحث کاملی در مورد رجال شیعه من دارم. دعا بکنید که الله متعال توفیق بده که انشالله این بحث تکمیل بشه، انشالله پخش خواهیم کرد و
برای کسانی که دنبال بررسی روایت ها هستن انشاءالله خیلی کارشون آسان خواهد شد. فقط توفیق الهی باشه انشاءالله این رو آماده خواهم کرد. به پایان برنامه رسیدیم. من هنوز هم با آقای مولانا مفتی محمد جاوید حنفی دامن زله کرده ما را این چالش رو میدم که اگر واقعا اعتقاد دارید که بر حق هستید و مردم رو فریب نمیدید با دروغ و تلبیس و خیانت، بیایید اینجا در برنامه با هم وقت رو تقسیم میکنیم. اصلا نیم ساعت شما صحبت بکنید، نیم ساعت من صحبت میکنم، شما هم دلایلتون رو بیارید، ما هم دلایلمون رو میاریم و حکم و قاضی بیننده ها باشن و قضاوت رو میگذاریم به عهده بینندگان. کسی صدا شما رو قطع نمیکنه، دکمه صدا هم دست ما نخواهد بود و حالا نگید که والا شرط گذاشته. هر شرطی که آقای مولانا مفتی محمد جاوید حنفی بگذاره من حاضرم باش بحث بکنم، در مورد خواستن غیر الله، در مورد توسل، در مورد تقلید، هر موضوعی که دوست دارید انتخاب بکنید و هدف ما همانطوری که در پیام صوتی گفتم این است که جوانان ما مسلمانان حقیقت دین رو بفهمند، فقط امین، نه این که مثلا ما بخوایم شما رو مغلوب بکنیم یا ما غالب بشیم، نه، هدفی نیست. هدف ما اعلای کلمت الله است. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب بکنه. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر که باز هم با آن رویسه که در خدمت شما ایزان خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال می‌سپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. أيا